خب دیگه نوبتی هم باشه، نوبت شب سومه، بزن بریم. خب دیگه امشب چه کارایی داریم؟ بچه کجاست؟ اینجا که نیست، آشپزخونه شاید باشه. نه اینجا خبری نیست. اینا چیه؟ شیشه شیرش هم نیست، شاید اینجا دوباره گذاشتش. پاکت همون بسته قبلی نرفت. خب بریم دنبال بچه بینم کجاست. این همون بسته است. فکر کنم میتونم باش ساندویچ درست کنم. بذار یه تست بکنیم. بلش کن بابا، بریم بچه رو بیاریم. در بازه. گرفته خوابیده. خب میگه برم تلویزیون تماشا کنم، پس بزنم بریم. چی شد یو؟ دوباره گریهش گرفت. وایسته دارم میام. چی شده؟ اینو میخوای؟ آروم شد. برام برات ساندویچ درست کنم. بابا چه گیری کردیم. برای خودم ساندویچ درست میکنم، برای این باید درست کنم. خب اول از همه باید چیکار کنیم؟ اول محتویات ساندویچی بذاریم اینجا. قبلش باید در باز میکنیم. خب ساندویچش آماده است. بذار چی بودیم؟ چرا اینجوری شدیم؟ فید می پیدام کن. چون اینجا اینجوری شد. چی شد یو؟ بچه رو پیدا کن. خب بچه کجاست الان؟ بچه در اتاقش قفله. شاید اینجاست. نه خبری نیست. بگو این قفله چیه؟ این ور شاید یه چیزی پیدا کنیم. سونک موقعیت خطر. یعنی چی؟ یه گربه. این بچه کدوم گوریه؟ بیرون هم بگرد ببینیم خبری هست. اینجا چی؟ یه گربه. 7 گربه دیگه باید پیدا کنیم. بعدش چی میشه؟ توالت هم که نیستش. شاید اون بالا باشه. نمیدونم، کلیدش پیدا کنیم. این چیه؟ صدای ضبط شده است. کتابه چیه؟ کلیدش اینجاست. 2 ساعت داشتم میگشتم. خب اتاق زیر شیروانیه. اینجا کجاست؟ این چیه؟ چرا اینا رو خط خطی کردم؟ تابلوها چیه؟ خیلی داره بازی عجیب میشه. نقاشی اینجا چیه؟ انگار یه پیشگویی که قرار هیولا بشین. اینجا این چیه؟ واده شیشهش اینجا بود. خیلی خوب بریم. هی دارم سپرایز میشم.
انگار توی لوپ گیر کردم. دره چیه؟ چه اتفاقی داره میافته؟ چرا این شکلی شده؟ حالت خوبه؟ خب مثل که باید دوباره عوضت کنم. خیلی داره اوضاع عجیب میشه. نمیدونم چه اتفاقی داره میافته. ای وای، چی شد یو؟ چه بلایی سر خونه داره میاری؟ داره منو میزنی. من باید چیکار کنم؟ چی داره میشه؟ داره منو میزنه. من باید چیکارش کنم؟ یادم اومد یه پستونکی داشت برای وضعیت اضطراری. فکر کنم اونو میخواد. آره اومد جلو. خیلی خوب دارم میام. وایسا بگیرش. بالاخره تموم شد. آره آروم شد. خواهش تمام شد دیگه. اینجا رو کلا به هم ریخت. دوباره اینجا کجاست؟ من چرا کوچولو شدم؟ این کتابه چیه دستت؟ نمیدونم بخواد با من چیکار کنه، ولی هرچی هست خدا انتقام بگیره. خیلی هم عالی. خب الان چی میخواید؟ خب داستان تعریف کنم؟ چیکار کنم؟ شاید عروسکشو میخواد. بیا اینم عروسک. خب حالا داستان بگیم براش. It was cold throughout the palace. The moon shone bright outside. The wind it blew and blew. Oh no, the curtains flew open wide. The little prince was in his bed and couldn't get to sleep. So he called out for his mother, "Please go and find my sheep." "I'm thirsty," said the prince, so the sheep fetched a drink. "I'm dirty," said the prince, so the sheep changed his clothes. "I'm tired," said the prince. "Let me count you. 1, 2, 3. چرا داره اینجوری میشه؟ "Just one more thing," said the prince. "Before I drift to sleep." He opened up his big red eyes and turned to face the sheep. "Come join me in my dreams. Stay forever in my head." Obediently, the sheep stepped forth, its mind consumed by dread. وضعیت اصلا خوب نیست. الان میخوای با من چیکار کنی؟ یا خدا چی شد؟ Good night. الان باختم. چی شد اصلا؟ نه انگار ادامه داره. بچه خیلی ممنون که تا اینجوری همراه من بودید. اگه قسمت بعدی رو نمیخواید از دست بدید حتما من حساب کنید. خداحافظ.